با عرض سلام، من دکتر مژگان کرم‌نیای فر هستم، جراح و متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ پریناتولوژی و بارداری‌های پرخطر، مسئول فنی و مسئول بخش پریناتولوژی بیمارستان سالم. ابتدا من میخواستم که در مورد واژه پریناتولوژی خدمتتون بگم. پریناتولوژی در حقیقت یعنی طب مادر و جنین. خانمی که قصد داره که باردار بشه خیلی خوبه که از ابتدا مراجعه بکنه در مشاوره های قبل از بارداری در بیمارستان و در حوزه ما و آزمایش ها و سونوگرافی های لازم انجام بشه و همچنین خانم هایی که دچار سقط مکرر هستن یا در بارداری قبلیشون دچار مشکلی شدن. فرض بفرمایید که مثلا خانمی هستش که یک بار یا دو بار بارداریشو از دست داده، حالا یا به صورت سقط یا حتی ممکنه زایمان زودرس داشته باشه، یا بیماری های مختلفی اگر مادر داره، فرضاً فشار خون داره، دیابت داره، بیماری کلیوی داره و هر مشکلی که از قبل داشته باید حتما قبل از باردار شدنش مراجعه کنه به پزشک متخصص پریناتولوژی و اقدامات لازم براش انجام بشه و با آمادگی کامل وارد فاز بارداری بشه. بعد در طی بارداری خب مسلما مراقبت های لازم انجام میشه در بخش ما، سونوگرافی ها، غربالگری ها و هر اونچه که لازم باشه برای یک خانمی که بارداریش رو بتونه به ثمر برسونه در بخش ما فراهم هست و بعد از اون دیگه این خانم آماده میشه برای سزارین یا برای زایمان طبیعی که کلیه امکانات لازم در بخش‌های ما برای این بیماران فراهم هستش و بعد از اون هم تا بعد از زایمان هم مورد مراقبت گروه ما قرار میگیرن و اقداماتی که لازمه برای بارداری‌های بعدیشون انجام بشه در بخش و حوزه ما قابل انجام هست. بنابراین این بخش حوزه فعالیتش بسیار گسترده است و بخش‌های مختلفی ما داریم. بخشی داریم که مخصوص خانم‌های پرخطر هست که بخشی هستش که خانم‌هایی که باردار میشن و بارداری‌های پرخطر دارن در اونجا تحت نظر قرار میگیرن و امکاناتی که هم در کلینیکامون و هم در اتاق عمل و اتاق زایمان و همینطور در بخش‌هامون وجود داره، آمادگی پذیرش مادرانی رو که مشکلاتی دارن یا سوابقی در بارداری‌های قبلیشون وجود داره در حقیقت پذیرای این مادران هستش.